اسلام میگه در ازدواج رضایت دختر و پسر، انتخاب دختر و پسر، رؤیت یعنی دیدن دختر و پسر حتمی و ضروری است. والله که صلاحیتی که در ازدواج دختر و پسر دارن حتی پدر و مادرشان ندارن. این دین داده نمی صلاحیت برشون. این همین دینی که برای تو جایگاه داده می نیستی پدر و مادر بزرگ، همین دین برای نمی صلاحیت نداره. میخوای بپذیر، میخوای نپذیر. خب مسئله کدام معامله چند روزه نیست که باز فردا اگر به دلت نبود ببری به بازار تبدیلش کنی. مثلا یک عمر زندگی کردنه. همین خودت کمک عقلا فکر کن، یک لحظه با خودت بشی فکر کن، تصور کن. همین انسان یک کسی که دوست نداشته باشه بعدش بیای ازش، چطور ممکنه به او 20 سال 30 سال زندگی بکنه؟ چطور به او آغوش بخوابه؟ دختری به این نازنینی، به این زیبایی، به این جوانی، به این فهمیدگی، به این تحصیل کردگی، این رو برمیداری به عقد یک کسی در میآوری که نیم کیلو قوطی نسوارش به چی میشه، روزانه انداخته روان است. نمیخواهد، چرا زور میکنیم سرش؟ اجبار میکنیم. والله این نکاح های اجباری درست نیست، صحیح نیست. ازدواج صورت نمیگیره. بروید از هر عالمی که پرسان میکنید پرسان کنید. همون طوری که در طلاق اجبار و اکراه فقها میگن که طلاق صورت نمیگیره، خب عقدی هم که به اجبار باشه صورت نمیگیره. دختر بیچاره زار زار گریه میکنه، میگه خود در میدم، با آتش میزنم، از دیوار میاندازم، خودکشی میکنم، دوا میخورم و الا نمیخوام با آدم زندگی کنم. نه بس زندگی کنیم. ما قوم ما عرف ما میگه سه مهم است. خاک به همون عرفی که مخالف دین خدا باشه، خاک به همون ننگی که اون ننگر از دین خدا تو بالاتر میدانی.